موردی که امروز هست بحث اسپات سایزا یا همون پنجره خروجی تو بحث افکت لیزر هاست. ببینید این پنجره خروجی تاثیر مستقیم به میزان انرژی خروجی یا انرژی تابشی به پوست داره. هر چقدر این پنجره بزرگتر باشه خب میزان تابش انرژی کمتر میشه. توی استانداردی که برای لیزرهای دایود تعریف میکنن کارخونه‌های تولید کننده لیزر بار، میگن که در ازای هر 600 وات انرژی ما استانداردش اینه که یک اسپات سایز 1:1 داشته باشیم. یعنی 1 سانتی متر مربع استاندارد 600 وات ماست توی دنیا. حالا اگر این استاندارد یا اگر این اسپات سایز به مراتب بزرگتر بشه، این توان لیزر هم باید در مقابلش افزایش پیدا کنه. ببینید مقایسه دستگاه الکس با دایود توی بحث اسپات سایز یا انرژی خروجی کار کاملا اشتباهه، چون چگالی انرژی توی دستگاه‌های الکس خیلی بیشتره و توی پهنای پالس‌های کوتاه‌تر و زمانهای کمتر انرژی خیلی بیشتری رو به سطح پوست میرسونن و یه جورای اشباح انرژی رو داریم. و همینطور که اگر ویدیوها یا خودتون مراجعه کرده باشین به بحث تراپی با لیزرهای الکس، میبینید که زیر پوستتون حتی روشن میشه و این یعنی اشباح نور که زیر پوست انجام میشه و این فولیکول مو با استفاده از لیزرهای الکس کاملا منهدم میشه و این باعث میشه که به قول معروف جلسه های شارژ بین دستگاه الکس طولانی تر بشه، چون کلا منهدم میکنه. اما توی دستگاه های دایود که بحث امروز ماست، موضوع از این قراره که شما یک دستگاه استاندارد اگر بخواید داشته باشید، در ازای هر 600 وات انرژی بهترین حالتش اینه که یک اسپات سایز 1:1 داشته باشید. حالا اگر این انرژیتون شد 1200 وات، باید شما یک اسپات سایز 2:1 داشته باشید، یعنی 2 برابر حالت قبل. و اگر شد 1600 وات مثلا 1:2.5، یه همچین اسپات سایزی ایدئال شماست. حالا خیلی از شرکت ها میان بحث تراپی رو پیش میکشن، میگن که هر چقدر اسپات سایز بزرگتر باشه تراپی آسون تره. اوکی، اینو قبول داریم، هر چقدر اسپات سایز بزرگتر باشه این تراپی آسون تره، ولی در کنارش اون توان دستگاه هم باید افزایش پیدا کنه که بتونه اون پنجره خروجی رو پوشش بده. شما دقت کنید راجع به یک ذره بین، هر چقدر فوکوس اون ذره بین جلوی نور کوچیکتر باشه قدرت به قول معروف آتش زدنش بیشتره و هر چقدر اون کانون به قول معروف منشور یا همون ذره بین شما بزرگتر بشه، خب میزان حرارتی که میرسونه کمتره و نیازه که توان دستگاه رو بالاتر ببریم که بتونه افکت خوبی رو داشته باشه. حالا منهای یک مدل دستگاه آلمانیه که توی بازار اصلا اسم نمیبرم که توان واقعا بالایی داره و درخور اسپات سایزش هست و جوابدهی فوق‌العاده‌ای داره. بقیه دستگاهی که دارن توی اسپات سایزهای فضایی دستگاه رو تولید میکنن و افتخارشون اینه که اسپات سایز دستگاه من بزرگتره، با یک لیزر بارهای 600 وات 500 وات یا 1200 وات ماکسیموم، این واقعا افکت رو میاره پایین، جلسه‌های درمان رو میبره بالاتر و فشار به لیزر بار و دستگاه رو به دلیل اینکه باید توان بالاتری قرار بدیم دستگاه رو بالا میبره و عمر لیزر بار رو کاهش میده، عمر خود دستگاه و سیستم خنک کنندگی رو به شدت کاهش میده. امیدوارم که مفید بوده باشه این ویدیو.